این داستان نسخه واقعی اسکوبیدو بود، اما به طرز وحشتناکی ترسناکتر. سال 1961 گروه سیار به اسم دوبر اسکوبرز با حل پرونده‌های عجیبی در ایالات ایندیا معروف شدند. اعضای گروه 4 تا نوجوان بودند و به یه سگ دانمارکی غول‌پیکر به اسم جسپر که میگفتن میتونه زبان انسان رو بفهمه. اونا با یه ون سبز قدیمی سفر میکردن و هر جا اتفاق مرموزی میافتاد سرکله‌شون پیدا میشد. دیده شدن ارواح آدمای کشته، معدن‌های متروکه و ترسناک و به طرز عجیبی همیشه موفق می‌شدن معما رو حل کنن. اما توی اکتبر 1964 یه اتفاق وحشتناک افتاد. اون موقع توی شهری به اسم امبرفالز بودن. داشتن ناپدید می‌شدن. چند نفر رو بررسی کردن که ردشون میرسید به یه شهربازی متروکه. فقط 2 تا از اعضای گروه زنده بیرون اومدن. اون 2 تا دیگه چند روزی مونده بودن توی تونل زیر زمین بدون هیچ زخمی، فقط با صورت‌های یخ‌زده. اما ترسناکترین بخش ماجرا اینه: سال 1972 یک کوهنورد توی جنگل‌های همون منطقه عکس گرفت. توی عکس یه موجود بلند دیده می‌شد که صاف راه میره و سرش شبیه سگ بود و دور گردنش یه قلاده پاره رنگی بود. روی پلاکش نوشته بود CD. اگر